از بین 150 تا سوال 10 تا سوال رایج رو جدا کردیم و قراره تو این پست جوابش رو بهتون بگیم. فکر می‌کنم بهتره تا 7 سالگی کامل زبان فارسی رو یاد بگیره بچه‌م، بعد انگلیسی رو. در موردش تحقیق نشده، پس درسته. کاملا اشتباهه. بهترین تایم یادگیری زبان برای بچه‌ها 2 تا 6 سالگیه. کودک تا چه سنی راحت‌تر میتونه زبان غیر از زبان مادری یاد بگیره و حداکثر چند زبان در یک بازه زمانی یاد میگیرن؟ از بعد به تولد تا 6 سالگی میتونه و خیلی از دانشمندا هم میگن 6 تا زبان همزمان هم با هم اوکیه و یه سری دانشمندا هم میگن که این نهایت زبان میتونه یاد بگیره. روزی چقدر بچه‌های 5 سال کارتون انگلیسی ببینن براشون کافیه؟ اولا که فقط تماشای کارتون کافی نیست و بچه‌ها باید روزانه 2 الی 3 ساعت درگیر تماشای محتوای بصری باشن. استرس هم برای یادگیری و اینکه خودم خسته نشم برای آموزشش وسط کارتون، خودم هم زبان بلد نیستم، پسرم 1 سال و 2 ماهشه. لطفاً استرس نداشته باشید و زیر 2 سال به صورت شنیداری با کودکتون کار کنید. سلام، وقت بخیر. از چند ماهگی میتونیم مربی بگیریم. از 1 سال و نیم به بالا میتونید از مربی اعزامی استفاده کنید و قبلش هم به صورت شنیداری با کودکتون کار کنید. 2 زبانگی بهتر از چه سنی شروع بشه؟ از بعد تولد. برای بچه‌های 2.5 ساله کارتون کافیه یا باید مادر و پدر هم باهاش زبان انگلیسی رو کار کنن؟ خیر، فقط تماشای کارتون کافی نیست. بچه‌ها باید توی محیط زبانی قرار بگیرن و لایف استایل داشته باشن. کلاساتون برای 1 سال گروهی داره؟ خیر، کلاسامون از 2 سالگی شروع میشه.